سلام، خوش اومدید به ویدیو فوق خفن. امروز اومدیم با دوچرخه من ببینیم چطوری چیکار باید کنیم که دوچرخه‌مون رو رینگش رو کامل با آب شکر همه انجام میدم، شکر، آب قند همه انجام میدم، میزنم به این رینگشون رو کامل یک دست براق میکنم. من رینگی ساده است، احتمال زیاد چند وقت دیگه رینگش رو عوض کنم یا رینگ رو در بیارم، رنگ مشکی مات بزنم سرش و تو این گرما هم شاید سفیدش کردم که بازتاب نور داشته باشه، چون واقعا توی خوزستان شهر اندیمشکی که من هستم دارم آب پس میشم. بریم سراغ ویدیو ببینیم چطوری رینگا رو با آب شکر که الان دارم همش میزنم رنگ که نه براقشون کنیم. خب طوری که شما میبینید کامل کثیف رینگا. الان میخوایم براقشون کنیم، هم پشت هم جلو میخوایم براقشون کنیم. بریم برای براق کردن. خب شما ابتدا چرخ رو که صاف کردی اسپری کامل روش روی کامل تایر و رینگ کثیف هم باشه مشکلی نیست، میمونید. دو سه ثانیه میمونید. بعد 2-3 ثانیه با دست بعد میشونم. من کاملا آدم بهداشتی هستم، کامل میشونم با دست میکشیم کامل جذب شه، جذب تایر شه. هیچ آسیبی به تایر نمیرسونه، فقط عمرش هم زیادتر میکنه ولی مثلا قشنگتر میشه. الان که جذب شد کامل اصلا انگار چرخ نو خریدیم، ما اینکه چرخش کامل چرخ جلوش سیماش کامل زده بیرون و قصد عوض کردنش رو ندارم. کلا الان قصد عوض کردنش رو ندارم و خیلی هم الان میبینید جذاب شد، براق شد. حالا رو اولترا وایده، الان میریم رو حالت واید. الان تو حالت وایده و میبینید کامل چقدر قشنگ شده. کلا براق کرد لاستیکو، خیلی هم جذابه. نگاه میگم صافه، کلا لاستیک ترکیده، کامل ترکیده، واسه میگم صافه. آب شکر من زیاد آوردم برای عقب و دو طرفه، یعنی باید این ور هم بزنم که این ور رو دیگه نشونتون نمیدم. همین هم تست. الان براقیتش مادام العمر کلا میمونه تا یه مدتی، مادام العمری هم که من میگم نیست، مثلا 5-6 ماه میمونه، ولی حتما روش اسپری کیلر بزنید که من نمیزنم. میخوام کلا دوچرخه رو تجهیز کنم. حالا این قسمت اول دوچرخه است، میخوام تجهیزش کنم، فعلا نمیخوام مثلا بمونه، ولی حالا شما حتما اسپری کیلر بزنید که بمونه. اینا من آرمی که ندارم و با چسب بستم. اینو میریم سراغ چرخ اول. کامل باید تیرکی زد که کامل جذب شه. یه 2-3 ثانیه میذاره بمونه. بعد اگه دستمان باشی چون دستمان یادم هست ولی با دست برای براقیتش میگیره. فقط حواستون باشه دستتون بعد این کار رگی نشه، چون آب قند این آب قند اینجا میبینید آب قنده، همون آب شکریه که درست کردیم. چرا زنگ زده تایرم نیروهاش هم زنگ زده. کلا چرا افتضاح. قرار همش رو درست کنیم. تو این پلیلیست چرخ قرار هم لایک بذاریم، همش رو درست کنیم. قسمت اول چه این فیلم قرار همش رو درست کنیم.
که میبینید داره خوش میشه ولی براقیتش رو میمونه. اینم بازمانده یک ویدیوییه که ما با پارسا گرفتیم قسمت 2 همین چرخ اومدیم رو چرخ خودش ولی بستیمش رو چرخ بعدم نگردیمش دستی میکشید. ویدیو رو براتون نمیذارم و اسپویل هم نمی کنم. تست ترمز دوچرخه هم نبود، تستی بود که همین پارکینگ انجام داده بودیم. نظرم به یه چیزی گلگیرش هم بزنیم، گلگیرش رو ببینیم برام کنیم. البته گلگیرش زیاد نمیدونمش، گلگیرش رو قراره بکنم، خاکی هم از دارم میکشم. گلگیرش هم زدم، بدنش رو دیگه نمیزنم چون بدنش فلزی، ولی الان داره کم کم براق میشه چرخ. الان میبرمش نزدیک، چرخ داره براق میشه. ولی اگه کردید شما نشد مثل من که الان خیلی نمون دیگه، برید هزینه کنید واکس چرخ بگیرید. فعلا بگیم جمع‌بندی کنیم تمام. عجب گلگیری شد، براق شد، فقط اونجا کثیفه که مشکل نیست، ولی عجب گلگیری شد، کامل براق شد، فقط چسبی شد چون آب شکر، ولی شیک شد کامل. یه ویدیو پستی دیگه هم میگیرم ولی امکان داره رو دوچرخه پارسا انجام بدم، خیلی شاید خفن بشه، ولی دوچرخه پارسا گلگیر نداره ولی تایر خودیگه داره، براش انجام بدم ببینم حال میکنه یا نه. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. دستم هم کامل کثیفم به خاطر که همش رو زدم و تموم شد بالاخره.